بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مردم عزیز و مهمان نواز، دین دوست و مردم نجیب لاشار زمین، مردم عزیز پیف و اطراف، سروران و برادران گرامی و ارزشمند و خواهران محترمه، علمای اعزا و گرامی، معتمدین و ریش سفیدان، مسئولین محترم سرزمین لاشار، بخشدار محترم، مسئول محترم آموزش و پرورش، دانشگاهیان و فرهنگیان و طبقات مختلفه که در این جلسه حضور دارند. امروز یکی از روزهای بیاد ماندنی هست در تاریخ این قریه مبارکه، یه پیف لاشار، که این گرد همایی مختصر ترتیب داده شده و هم در اینجا ذکر هست و هم در اینجا فکر هست. ذکر الله تعالی هست و تذکره دین و راه و طریقی است که باید به الله ببریم و به سوی پروردگار داریم مسافریم و در حرکتیم. تذکره این راه منو بکنیم و همچنان فکر دین هست و فکر زندگی و آینده مردم عزیز لاشار و مردم عزیز این منطقه هست که چگونه باید ما رفتار کنیم و عمل کنیم تا در آینده لاشار بهتری داشته باشیم، تا در آینده هم به اعتبار ظاهر و دنیوی آباد باشیم و هم به اعتبار معنوی آباد باشیم و زندگی بهتری داشته باشیم. خیلی حیاتی هست و خیلی مهمه، فکر خیلی مهمه و مشورت خیلی مهمه و مذاکره خیلی مهمه که در رابطه با سرنوشت دینی و سرنوشت دنیوی ما بتوانیم انجام بدیم. و این نوع جلسات بسیار حیاتی و سرنوشت سازان که با این خرد جمعی و فکری که به صورت جمع انجام میگیره، رحمت پروردگار هست و نصرت الهی هست و هدایت پروردگار می آید و شامل حال من و شما می شود. و جا دارد که بنده شکر گزاری بکنم، بلکه وظیفه همه ما هست که ما شکر رب العالمین انجام بدیم بر این توفیق. در سفر گذشته ما قصد داشتیم که خدمت شما مردم خوب قریه مبارکه فیف برسیم، اما توفیق یاری نکرد و حادثه جنازه حضرت مولانا حسین پور شیخ الحدیث پیش آمد و جناب آقای امیری که الله حفظشون بکنه و جناب آقای میلا شاری، دو تا ریش سفید و متنفذ و دین دوست تشریف آوردند و این مسئله را اونجا مطرح کردند و
سفری به جلگه و پنوچ بود و ما گفتیم که در همین سفر ما انشالله خدمت شما میرسیم. خوشحالم و رب العالمین را شکر گزارم بر این توفیقی که امروز نصیب شد. جا داره بنده تشکر کنم هم از این هر دو ریش سفید بزرگوار و دلسوز به مردم و این منطقه، و جا دارد که تشکر کنم از جناب مولانا عبدالعزیز و امام جمعه محترم این قریه و همچنان همکاران گرامیشون، دیگر علمای عزیزی که اینجا همکاری دارند و مردم عزیز به هر حال که سبب شدن این جلسه برگزار بشه و ما در خدمت شما باشیم. گرچه آفتاب مقدار سوزان هست اما تحمل شما هم رحمت پروردگار است و انشاءالله رحمت پروردگار جلب میکنه. برای بنده بسیار جای خوشحالی است که به انتظارم نداشتم و جناب مولانا عبدالله وحیدی فر امام جمعه محترم نیکشار تشریف آوردند و به صورت نعمت غیر مترقبه اینجا زیارتشون کردم. والله شون جزای خیر بده. شون از یکی از علمای صالح هست که فعالیت میکنه، زحمت میکشه و هم برای دین مردم هم برای دنیای مردم و عزیزان دیگری که ما در خدمتشون هستیم. و صحبت کردم هم جناب قاضی عبدالحلیم مفتی، یه هستن معاون مفتی در دارالعلوم، استاد دانشگاه و حوزان، و هم عزیزمون مولانا ایوب که از سخنان گرمی عزیزان استاد مدرسه شمس العلوم و شما استفاده کرده، دیگر علما و اندیشمندانی که در این جلسان، و من عاجزم از این که نام این بزرگواران را ببرم. واقعا این شاعر عزیز هم حافظ عزیز ماشاءالله الله تعالی به ایشان بسیار اشعار زیبا، یعنی اشعاری که خیلی زیباند و درستند و عارفانه هستند. واقعا متأثر میشیم هرگاه اشعارشون رو میشنویم و مجری دلسوز و عزیز که اجرا را هم خیلی با گرمی کردن. و آیه حضورتون تلاوت کردم در این فرصت مختصر و صحبت مختصری خواهد بود و ما امیدواریم که الله رب العزت رحمت خاصش را بر همه ما نازل بکند و درهای رحمتش را الله تعالی بر ما باز بکنه و الله رب العزت از این جلسه همه ما را متأثر و همه ما را بهره‌مند بگرداند و از این جلسه کمال استفاده را ببریم. آیا سوره مبارکه عنکبوت و الله تعالی سه تا محور عظیم را اینجا مطرح کرده است که این سه تا محور عظیم در دین تعیین کنندان، سرنوشت سازان و حیاتیان و مهمند. اگر این محورها در زندگی ما بیایند مطمئنا ما با تغییر زندگی، با تحول زندگی، با دگرگونی زندگی ما مواجه خواهیم بود و ما روبرو خواهیم شد. عزیزان من، محور اول الله تعالی قرآن عظیم الشان مطرح کرده است و به پیامبر عظیم الشان، به رسول مکرم اسلام، به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الله دستور داده که اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ای رحمت للعالمین، تلاوت کن تو آنچه که به سوی تو نازل شده است از کتاب. قرآن تلاوت کن، کتاب تلاوت کن، قرآن بخون و قرآن تلاوت کن. این تلاوت کتاب تغییر می آورد، تحول می آورد در زندگی شما. این کتاب معجزه است. این کتاب 1400 و اندی سال پیش از این بر رحمت للعالمین نازل شده، در مکه مکرمه و مدینه منوره نازل شده است و این چنان کتابه که اون سرزمین مکه و مدینه را به جای رسانده است
که توی این قره خاکی شما جای بهتر از مکه مکرمه ندارید از لحاظ معنوی و جای بهتر از مدینه منوره نیست. این جایی است که یک نماز 100,000 نماز در مکه، 50,000 نماز در مسجد النبی و این سرزمین درخشیده و این سرزمین مقدس شده و این تاثیر قرآن عظیم و شأن، تاثیر وجود مسعود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، تاثیر ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبیح الله و هاجره و پاکانه و مقدسانه و توجه رب العالمین هست. ربط آمد جبرائیل امینه و فرشتگانه. لہذا این قرآن عظیم و شان کتاب خاص هست، آخری کتاب خلاصه همه کتاب آسمانی است و این کتاب همانطور که قرآن می فرماید نور هست و رحمت هست و هدایت هست و شفای ملتایی که قرآن تلاوت می کنند از امراض جسمانی هم خدا اونا را شفا میده و از امراض روحانی جهل و نادانی و شرک و نفاق و همه آلودگی ها الله اونها را پاک میگرداند. این کتاب دوا هست، این کتاب علاج، این کتاب شفای و همه امراض را شفا عنایت می کند، مخصوصا کسانی که نیاز به بستری دارن در بیمارستانی که معنویت اونها را علاج بکنه، بیمارستان که خرابی های درون و ویرانی های درون اونها را معالجه بکنه. این قرآن عظیم و شان اونها را شفا می دهد از شرک و بت پرستی و از نفاق و ریاکاری و تظاهر و عزیزان از کذب و دروغ و باطل. قرآن عظیم و شان انسان پاک میکنه. آنجایی که قرآن خوانده میشه شیطان نمیتواند آنجا آرام بگیره، جن و شیاطین نمیتوانند آنجا آرام بگیرن. آنجا جای رحمت هست، آنجا جای آمدن فرشتگان رحمته و آنجا جای خیر هست، آنجا جای برکت هست. لہذا الله دستور داده که این کتاب زیبای منا ای رحمت للعالمین تلاوت کن. و جای دیگه الله می فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. الله در امت امی در مقابل اهل کتاب است و این امتی که کتاب نداشتن و پیغمبر نداشتن به زودی کسی نیامده بود و لہذا اینها کتاب و آیین نداشتن، بی آیین و بی کتاب بودن. الله پیامبر را در میان این مردم حجاز، مردم مکه نازل کرده فرستادن و الله می فرماید تلاوت میکنه قرآن عظیم و شان را در میان اونها. از اینجا درس میگیریم که اولی وظیفه آن حضرت تلاوت قرآن برای مردم بوده، آموزش قرآن، تلاوت قرآن، تعلیم قرآن و بالاترین وظیفه رحمت للعالمین که جنبه اولی را داره او تلاوت خود تلاوت قرآنه. آن حضرت به شخصی قرآن تلاوت بکنه. گاهی بر سر شتر سوار بودن، سفر بود، قرآن میخواندن، خانه قرآن میخواندن، مسجد قرآن میخواندن، در نماز قرآن میخواندن و خارج از نماز قرآن. آن حضرت قرآن سیار بودن، قرآن متحرک بودن و قرآن عظیم و شان را تلاوت میکردن. و این تغییر در حجاز آمد، این تغییری که در میان صحابه آمد، این تغییری که در صدر اسلام آمد، این تغییر قرآن عظیم و شان بود. تحول قرآن بود، انقلاب قرآن عظیم و شان. قرآن انقلاب آورد و چنان انقلابی که 360 بت را که در درون خانه کعبه و بیرون خانه کعبه فرستش می شدن بدون الله تعالی، اینها را روز فتح مکه بیرون آوردن و اینها را تکه پاره کردند و انداختند. بت پرستی خاتمه یافت، جهل و نادانی، بد اخلاقی و تند اخلاقی،
بد حجابی، بی حجابی، فساد، فحشا، بلا تشبیه زنا و سایر منکرات و معاصی از سرزمین مکه جمع شد. شیطان فرستی، نفس فرستی، تکبر، خودخواهی، خودپسندی و حب جاه، حب مال و همه آنچه که موانعند از رسیدن به الله و همه آنچه که انسانا ویرانه می کنند و انسانا به هلاکت می رسانند، گناه های درون و گناه های بیرون و تمام این گناه ها را الله رب العزت از آنجا شستشو کرد به برکت قرآن عظیم الشان، به برکت بعثت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، به برکت انفاس آن حضرت، به برکت دعای آن حضرت، به برکت هدایت و راهنمایی این مرشد اعظم و مربی بی نظیر. الله تعالی همه خرابی ها را جارو زدن، شستشو کردن و این انسانهای رهزن را الله رهبر قرار دادن و انسانهای بت پرست را الله خدا فرست قرار دادن و این انسانهای عزیزان من تباه شده از لحاظ اخلاقی را استاد اخلاق قرار دادن و این انسانهایی که از لحاظ اخلاقی افت کرده بودن استاد اخلاق، استاد عقیده و استاد عمل کرده صحیح و درست و نمونه انسان نمونه قرار دادن، بلکه اینا را استاد انسان ساز قرار دادن که انسان ها را بسازن، مربی قرار دادن. دنیا را اینها توانستن تغییر بدن، در دنیا تحول پیدا بیاورن، ایران به اسلام داخل بکنن، روم را در اسلام بیاورن و دنیا را به اسلام بیاورن. و توجه داشته باشید که دنیا اینجا با شمشیر مسلمان نشده است، بلکه دنیا با اخلاق صحابه کرام، با اخلاق اون فرمانهایی که حضرت اونها را ساختن، با اخلاق شاگردان مکتب قرآن اینها متاثر شدن. همانطوری که بخشدار محترم به یک نکته ظریف اشاره فرمودن، دنیا بر دیدن صحابه کرام را، عمل کرد صحابه را، ایمان صحابه را، اخلاق صحابه را، زندگی صحابه را و تشخیص دادن که اینها انسانای با خدان، اینها انسانای وارستان، اینها انسانای نمونان، اینها الگوان. نه تنها آن حضرت الگو بودن برای همه جهانیان، بلکه آن حضرت الگو ساختن برای جهانیان. ابو بکر صدیق الگو ساختن، عمر فاروق الگو ساختن، عثمان غنی را الگو ساختن، علی مرتضی را الگو ساختن، حسن و حسین الگو ساختن، طلحه و زبیر و دیگر صحابه کرام هزاران صحابه را الگو ساختن، فاطمه الزهرا و عایشه صدیقه و خدیجه الکبری را برای زنان جامعه و مردان جامعه الگو ساختن. آن حضرت هزاران الگو و هزاران نمونه که مردم به اونا اقتدا بکنن. اینها ستارگان هدایت بودن، اینها آفتاب، اینها مهتاب هدایت بودن. آن حضرت ساختن و به جامعه ارسال کردن و به جامعه تحویل دادن. این انقلاب قرآن عظیم و شان بود، این انقلاب عقیده بود، این انقلاب اخلاق بود، این انقلاب عمل کرد بود. سروران گرامی که انسانهای وارسته به تحویل جامعه شدن و دنیا متحول شد. عزیزان من، امروز اگر محمد رسول الله در میان ما نیست، این قرآن در میان ما هست و سنت آن حضرت و سیرت پاک آن حضرت و تعلیم منور و زیبای آن حضرت که انسان را انسان می سازه، انسان گوهر می سازه، گوهر قیمتی می سازه. خاک را سروران گرامی تبدیل می کنه، به گوهر تبدیل می کنه، به عطر تبدیل می کنه و به مشک و مشک تبدیل می کنه. این از سروران گرامی این نسخه انسان ساز امروز در دست ما مسلمانانه، ولی جای گریه هست، جای افسوزه. مردم عزیز لاشار که از این نسخه قرآن عظیم الشان و از این نسخه حدیث و تعلیم آن حضرت من مسلمان استفاده نکردم.
من و شما استفاده نکردیم و من و شما به جهانیان هم عرضه نکردیم و جهانیان هم نساختیم، چرا که کسی که خودش خفته است کسی دیگر را نمیتونه بیدار بکنه. بیدار خفته را بیدار میکنه، اما خواب انسان خواب بیدار نمیکنه. لہذا چه نسخه زیبای در دست من و شماست. این نسخه سیادت هست، این نسخه امامت و پیشوایی هست، این نسخه سروران گرامی وارستگیه که انسان وارسته میگردانه، انسان میسازه، انسان الگو و نمونه میسازه، انسان خلیفت الله فی الارض قرار میده، انسان بهشتی میکنه، انسان محبوب خدا میکنه، انسان دوست خدا میگرداند. این نسخه امروز زنده در دست ماست که قرآن عظیم و شانه و سنت پاک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. اما افسوسه که امروز ما این نسخه را پیچیدیم و در پوشای زیبا و در تاقچه های مسجد ما گذاشتیم و در خانه ما گذاشتیم که جن و شیاطین نیایند اینجا. بالا سر مریضمون میگذاریم، اما نمیدانیم که در این نسخه چه پیام های حیات بخش و چه پیام های منور و زیبا توی قرآن موجوده که ما را زنده می کنند از مردگی و ما را از فقر نجات میدن، از فلاکت نجات میدن، از بدبختی نجات میدن، از نکبت ما را نجات میدن. مایه عزتن، مایه سربلندیان این پیام های رحمت للعالمین حیات بخشن و این پیام های قرآنن که ناجیان و نجات بخشن. و لہذا اللہ دستور داده اتل ما اوحی الیک من الکتاب، های پیامبر گرامی تلاوت کن قرآن عظیم و شان، بخوان قرآن. گاهی بنده اونجا زایدان عرض می کنم در جلسات علماء و طلاب و حفاظ که جای گریه و جای حسرت و افسوسه که امروز قرآن تلاوت نمیشه. علماء کم تلاوت میکنن، حافظان عزیز کم قرآن میخوانند. شاید بقیه حسابشون به جای خود است. شایستانه که شبها همانطور که صحابه کرام قرآن را در نماز میخواندن، در سفر تلاوت میکردن، بر پشت شتر و الاغ و اسب تلاوت میکردن، بر پیاده میرفتند و قرآن تلاوت میکردن، خانه ها تلاوت بو قرآن عظیم و شان. شایسته هست که ما قرآن به کثرت بخونیم. من نقطه خدمت شما عرض می کنم که این پایانش ذکر هم در رابطه با ذکر می گویم مطالبه و اما یک نقطه خدمت شما عرض می کنم که اینجا سه تا محور که بنده بیان می کنم قرآن بیان داشته. اول تلاوت، بعد نماز، بعد ذکر سومی درجه را داره. و یک نسخه خدمت شما عرض می کنم نکته که ذکر درجه سوم دارد. ذکر خیلی فضیلت داره، اما هیچ ذکر به اندازه قرآن فضیلت نداره، هیچ ذکر به اندازه قرآن تاثیر نداره، مگر اینکه این ذکر از خود قرآن باشه و در قرآن وجود داشته باشه و تایید از قرآن بگیره. ولی قرآن تاثیر خودش را داره، مهمترین تاثیر داره. سرورانم، مردم عزیز لاشار، من و شما باید قرآن یاد بگیریم، قرآن تعلیم بگیریم، قرآن تعلیم بدیم، قرآن تلاوت کنیم. مادران و خواهران باید در خانه هایشان قرآن بخوانند. من و شما قرآن بخونیم و قرآن تلاوت بکنیم. تا زمانی که شما قرآن انشالله نیت بکنید که یاد بگیرید، شما انسان های 70 ساله 80 ساله، شما پیرمردان و شما خواهران مسن که پا به عرصه سن گذاشتید میتوانید قرآن یاد بگیرید. اگر همه قرآن نباشه بخشی را از قرآن و بعضی را از سوره ها و آیات قرآن میتوانید یاد بگیرید. فراموش نمی کنم که در هیدوچ سراوان یک پیرزن 90 خورده ساله را بنده جایزه دادم که ناظره قرآن خوانده بود و تمام کرده بود
و پاره اما یعنی آخری پاره قرآن که سوره های کوچکن حفظ کرده بود، جایزه اش را ما به نوای او دادیم. و لحاظا فیر زنان، فیر مردان، انسان های مسن و جوان و نوجوان همه میتوانند قرآن، حتی طفلان میتوانند به اندازه قرآن یاد بگیرند. و لحاظا نیت بکنیم که ما به قرآن برگردیم. این تنها نسخه نجات ما هست و این تنها نسخه سعادت مایه. دومین محور انشالله قرآن. تا زمانی که شما قرآن یاد میگیرید، دیروز ما بالاخره جای نشسته بودیم و صحبت بود، فرصت ما کمتر پیدا کردیم، البته تنبلی ما هست و کوتاهی ما بود، گفتیم کمی قرآن بخونیم و شروع کردم سوره اخلاص را، سوره قل هو الله احد. شما سوره قل هو الله احد را که بخونید، شما سه تا قل هو الله که میخوانید یک ختم ثواب میرسه، یعنی گویا شما قرآن تکمیل تلاوت کردید. تکمیل البته قرآن خواندن خیلی عظیمی و بزرگه، تأثیری بزرگی داره، ولی سه تا اخلاص یک سوره یک تلاوت قرآن است. سوره الحمد بشینید، اعوذ بالله و بسم الله الرحمن الرحیم بخونید. الحمدلله این سوره فاتحه قرآن است. قل هو الله قرآنه. این سوره های کوچک که شما یاد میکنید قرآن، و شما تا زمانی که همه قرآن یاد میگیرید یا بخش های را از قرآن یاد میگیرید، این سوره ها را تلاوت کنید. اینها مایه روشنی میشن، مایه شفا میشن، مایه نجات میشن، مایه روشنایی قلب شما میشن و مایه حفاظت شما میشن. با قرآن رابطه بگیرید عزیزان. خوب توجه بکنید، این سخن را که قرآن رسمان الهی است و طلب خدایه. اگر میخوایم به خدا برسیم باید همه ما چنگ بزنیم به قرآن عظیم الشان. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. الله میگه به رسمان الهی همه تون چنگ بزنید، همه دستتون به این رسمان و محکم بگیرید و با چنگ و دندان این رسمان مضبوط و محکم بگیرید. قرآن رسمان الهی است، به جنت فردوس شما را میرسانه، به الله شما را میرسانه، شما را به خدای عزوجل رضایت خدا میرساند. و دومی محور عظیم دین و محور بزرگ، اینها محورهای استراتژیان و اینها مهمن و حیاتیان. نماز و نماز از محورهای تاثیر گذار و مهم و حیاتیه. ما وقتی از اعتقاد که ایمان است، وقتی از ایمان بیاییم به سمت عمل، اولین عملی که در دروازه ایمان میبینیم نمازه. و لحاظا نماز پایه عظیمه، پایه بزرگه. اقامه نماز تاثیر گذاره، تحول به وجود می آورد در زندگی انسان. دومی چیزی را که حضرت در زمان صحابه احیا کرد بعد از ایمان نماز بود. دستور آمد که نماز بخونید. اول اسلام مردم اکثر شب عبادت می کردن، بلکه تا یک سال تمام شب مردم می نشستن و کم می خوابیدن و مردم عبادت می کردن و نماز می خواندن و عبادتشون بیشترین نماز بود یا ذکر و تلاوت قرآن عظیم و شان بود. و لحاظا نماز تاثیر گذاره، تحول به وجود می آورد و تغییر به وجود می آورد. نماز با دست جمعی و در صفهای راست و در صفهای طولانی برگزار بشه، همه مردان به جماعت حضور پیدا بکنن و خواهران اگر یه وقت در مراسم خاص شریک میشن، خواهران در نماز خانه هایشان نماز برگزار بکنن، مگر وقتی مراسم خاصی است و اگر شرکت بکنن هم صحیحه و در شریعت موجود هست مثلش. و لحاظا نماز با جماعت ادا بشه، این اذان داده بشه، اقامت گفته بشه، این تاثیر گذار نماز. نماز منتها با حضور قلب خوانده بشه، با توجه الله خوانده بشود، این نماز تاثیر بزرگ داره، تحول بزرگ داره، تواضع به بار می آورد، فروتنی می آورد و این نماز محبت خدا را به در دل انسان داخل میکنه، نیایش به وجود می آورد، دعا به وجود می آوره و عاجزی و درماندگی نماز و
اظهار تعظیم و ادای احترام و تعظیم به پروردگار و لحاظا این نماز تحول بزرگ در زندگی ما می آورد و با یکی از بالاترین تاثیرش را اینجا قرآن ذکر کرده که ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. تاثیر نماز در آن است که انسان از بی‌حیایی و گناههای بزرگ و کوچک محفوظ میشه و نماز او را نجات میده. نماز من میکنه انسان را از بی‌حیایی و کارهای زشت و بد و لحاظا این تاثیر نمازه و این تحول نمازه. نماز هم انقلاب به وجود می آوره، تحول به وجود می آورد و تحولاتش اینه که قبلا گناه کرده و الا گناه را ترک می کند. حدیثی هست که یک صحابی را شکایت کردن که این صحابی گناه میکنه و گناهایی را ذکر کردن که گناهای سنگین بودن، فسق بودن و حضرت فرمود نماز میخواند یا نه؟ گفت نماز میخوانه. گفت نماز این من میکنه. دیری نگذاشت که این نماز گذار گناه را ترک کرد و از گناه توبه کرد و از گناه متنفر شد. و لذا عزیزان من تحولی که در جامعه ما به وجود می آید با قرآن عظیم و شان می آید و دومی تحول با نمازه. شما می بینید بنده در سخنان شکستم و فراکندم تاکید همه جا به نماز می کنم. چرا؟ بنده می دانم از روی روشنی قرآن و روشنی حدیث و سنت که تا زمانی که نماز اقامه نشده و نماز را ما برپا نکنیم و به نماز توجه نکنیم زندگی ما درست نمیشه، زندگی مردم اصلاح نمیشه و لحاظا اصلاح زندگی با نماز هست و روی به نماز اهمیت قائل باشه. نماز سر وقت بخونید و نماز صبح قضا نکنید، نماز فجر وقت را نماز قضا نکنید. صحابه در حال نماز را میخواندند که تیر بر اونها مثل باران میریخت و اما اونها نماز خواندن. صحابه در حال نماز برقرار کرده حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که دشمن با سلاح روبرو آماده بود که حمله بکنه و نماز آمد و صحابه همه خواستن یک جا به نماز بیستن. جبرائیل امین آمد گفت این دشمن میخواست سر نماز سر شما حمله بکنه. آن از صحابه را دو دسته کردن، یک دسته جلوی دشمن ایستاد با یک جلسه یک رکعت خوانده، یک گروه این رکعتشون که تمام شد رفتن طرف دشمن، در نماز بودن. اینا اونجا ایستادند و در نمازن و او گروه دیگر آمد و اونها پشت سر آن حضرت یک رکعت برگزار کرده. اینا در اصطلاح شریعت و فقها علما صلات خوف، صلات ترس میگن. اینا یک رکعت پشت سر آن حضرت نماز ادا کردن. بعد اینا رفتند و در نماز بودن جلو دشمن، اونا یک رکعتشون خواندن، بعد اینا یک رکعتشون خواندن. همه این نقل و حلقات در نماز، شمشیر به دست در نماز، مسلح در نماز و مجاهد در راه الله. نماز در این حالت هم تاخیر نداره. در مریضیه که سر آدم تکان بخوره، آقا وضو نمیتونه بگیره تیمم بکنه، لباسش را نمیتونه عوض بکنه، لباسش خون آلود و نجس اشکال نداره، با همین لباس نجس نماز او صحیحه، چرا که او توانایی عوض کردن لباس نداره یا موقعیت او ایجاب نمیکنه که لباس عوض بکنه و لحاظا با همین حال نماز بخونه. رو به قبله نمیتونه بخونه، لازم نیست رو به قبله باشه برای مریض، هر طرفی که روش باشه نماز ادا بکنه. لہذا نماز تاثیر گذاره، نماز مهمه. آخری صحنه را که آن حضرت دیدند از دنیا و رفتن، از پنجشنبه آن حضرت مریض شدن، به مسجد نتوانستن بیان. مطابق با بعض روایت بعض نماز انگشت شماری را محدود را شرکت کردن در مسجد النبی، اما آخری نماز صبح صحابه با غم نماز میخوانند، با اندوه میخوانند. ابو بکر صدیق در نماز میده و آن حضرت دروازه حضرت عایشه و ازواج مطهرات در مسجد باز میشد. حجره های آن حضرت ردیف بودند کنار مسجد و حجره داشتن، منزل نداشتن، همه حجره دروازه شون در مسجد باز میشد و در آن حضرت دروازه که صدا میداد صحابه همیشه متوجه دروازه میشدند تا این آفتاب هدایت و این چهره نورانی آن حضرت صلی الله علیه وسلم
از این دروازه طلوع می کرد و اینا همه عاشقان و فرمان آیان حضرت بودن و چند روزه که ندیده بودن و دلشون پر از غم بود و غمگین بودن. اینا عاشق واقعی و صادقانه بودن. دروازه صدا داد بر سر نماز و این آفتاب علمتاب و این آفتاب هدایت طلوع کرد در مسجد و چهره آن حضرت را همه صحابه دیدن. چشمشون همه رفت به سوی دروازه و آن حضرت کانها ورقه مصحف، چنان این چهره می درخشه و زیبایه که مانند ورقه قرآنه. اون زمان ورقه قرآن پوست آهو بود و این را خوب می رسوندن و خوب کار می کردن. بسیار سفید و درخشان بود. چهره آن حضرت می درخشید. آخرین لحظات زندگی رحمت للعالمین. ابو بکر صدیق خواست عقب نشینی بکنه از مصلا و محراب و جایی که امام می ایستاد آن حضرت می ایستاد. آن حضرت اشاره کردن که نمازشون را تمام بکنن. گویا آن حضرت نماز خود را خوانده بودن در خانه، مریض و معذور بودن و نماز تمام شد. صحابه می فرمایند قریب بود که ما نماز را به فتنه می افتیم. معنی فتنه نیست که نماز ویل بکنیم. معنی فتنه در نمازانه که دیگه توجه ما از الله به سوی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بروند. به هر حال در نماز باید توجه تنها به الله باشه که خالق و مالک و صاحب نمازه و نماز از آن پروردگار است. و می فرما حضرت لبخند کردن، خندیدن، صحابه را دیدن و داخل رفتن و فرد را آویزان کردن. و لحاظا عزیزان من این آخری دیدار بود و صحابه چه عشقی با محمد رسول الله داشتن. چقدر در دل این صحابه کرام عشق رحمت للعالمین بود. سروران گرامی وقت اشراق بود، آفتاب مقدار بالا زد، خبر منتشر شد که آن حضرت همون روز آن حضرت درگذشتند و به ملأ اعلی پیوستند و به نزد خدا رفتند. و این مصیبت عظیمه و تکان دهنده که به اندازه این مصیبت دیگه مصیبتی نبود. و عزیزان من در گذشت آن حضرت و ارتحال جانگدازی آن حضرت بود. آن حضرت آخری لحظه نماز را تماشا می کنند و لبخند می کنند و خوشحالند که جماعت برپا شده و نماز برپا شده. و آن حضرت آخری وصیت را کم کردن. روایت مسند احمد از سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ روایت هست آخری نمازی را که برپا کردن، ببخشید توصیه که کردن در رابطه با نماز بود. سیدنا علی می فرمایند که گفتن قلم و رنگ بیاورید و کاغذ چیزی که برای شما بنویسم، نصیحت بنویسم. گفته یا رسول الله ما حفظ میکنیم، من ترسیدم که اگر من برم آن حضرت پشت سر من فوت نکنه. و آن حضرت حالتش همین طور بود. گفته یا رسول الله شما بفرمایید. ما با دل یادداشت میکنیم با ذهن. گفته خواستم در رابطه با نماز توصیه کنم و خواستم در رابطه با غلام و کنیز و زیر دستان توصیه بکنم که حق و حقوق اونها رعایت بشه. آن حضرت آخری لحظات در فکر طبقه پایینه، در فکر طبقه ضعیفه، در فکر آنان است که حقشون ضایع می شود و آخری لحظات در فکر نمازه و در فکر نماز هست. و لحاظا عزیزان من چگونه من و شما نماز قضا بکنیم؟ چگونه مسلمان جرأت میکنه که نماز قضا بکنه؟ نماز ستون دین هست که اگر این ستون نباشد عزیزان من بنای دین و قائمه دین هم نخواهد بود. ولذا عزیزان به نماز این دومی محوره و آخری محور که اینجا الله ذکر کرده محور بزرگان که تحول بیاورند، دیگر گناهی در زندگی می آورند. ما را وادار می کنند همه احکام اسلام انجام بدیم و همه اعمال درست و صحیح انجام بدیم. ذکر پروردگاره ولا ذکر الله اکبر و ذکر خدا از همه چیز بزرگتره. سبحان الله. ذکر را الله چقدر بزرگ قرار داده. ذکر مهمه و تاثیر گذار. ذکر یعنی یاد پروردگار. حالا این با زبان باشه، با عمل باشه، با فکر باشه
و همه اینها ذکر پروردگاران. شما اگر قبر یاد کردید، آخرت یاد کردید، الله ذکر کردید. شما اگر نماز خواندید، خدا را یاد ذکر کردید. در راه الله صدقه دادید، الله یاد کردید. درود شریف خواندید، شما الله یاد کردید. همه اینها موارد ذکران و لازم انسان از الله غافل نباشه. چرا ذکر مهمه؟ چرا ذکر تاثیر گذاره؟ ذکر محبت خدا را در دل می آورد، ذکر خوف خدا را دل می آورد. انسان هر چیزی را که دوست داشته باشه به کثرت یاد میکنه، از هر چیزی که به ترسه هم به کثرت یاد میکنه. و لحاظا ذکر پروردگار مهمه و تاثیر گذار است. امروز متاسفیم که متاسفانه همانطور که نماز ضایع شده، همانطور که تلاوت قرآن امروز ضعیف و ترک شده است و از قرآن فاصله موجوده، از نماز فاصله موجوده، از ذکر فاصله موجوده، از یاد الله فاصله موجوده. گاهی توی مراسم فاتحه بعضی جا شرکت کردیم، مردم خاموشن نشستن، واضح هم نمیشه. متاسفانه 3 روز مردم فاتحه نشستن، فرصت دارن، جمعی آمده نشستی خاموش. میگیم شما به جایی که خاموش باشید اینجا ذکر الله تعالی را انجام بدید. ذخیره میشه برای آخرت شما، رضایت پروردگار نصیب میشه، رحمت پروردگار نازل میشه، محبت خدا در دل پیدا میشه. چرا زمان خاموش باشه؟ چرا حرفهای پوچ بزنیم، حرفهای بی‌معنی و لغو به زبان می آوریم؟ چرا به جای حرفهای لغو نام خدا را نگیریم؟ سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر که آن حضرت فرمودن اگر من موفق بشم به این کلمه، دوستر دارم این کلمه را از تمام آنچه که خورشید بر آن نور می دهد و روشنایی می دهد و خورشید بر آن می تافه. و همچنان سروران گرامی این کلمه افضل ذکر که در او ذکرهای بهترین آمده است. و لحظه چرا این کلمه را نخوانیم؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شیء قدیر که این فرموده قلعه برای حفاظت انسان از شیطان و از شیاطین جنی و انسیه. و آنقدر ثواب در بخاری شریف آمده که سبحان الله بسیار زیادن. چرا این کلمه سبحان الله و بحمده که ذکر فرشتگانه، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم که کلمه نزد خدا محبوبان، به زبان آسانان و بر ترازوی عادل سنگینن. آخری حدیث که شما در ختمای بخاری و جلسات بخاری و فارغ التحصیلی میبینید میشنوند، این همه ذکرن. درود شریف ذکر صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم درود بسیار مختصری است. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. در نماز میخوانیم این درود ابراهیمیه و این بهترین درود هست و لحاظا این درودها را ما به کثرت بخوانیم. محبت آن حضرت پیدا میشه و آن رحمت خدا بر آن حضرت مزید نازل میکنه به نام شما و آن حضرت نسبت به شما انگیزه شفاعت پیدا میکنن، رابطت و تعلق پیدا میشه به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. و لحاظا ذکر الله بزرگ نامیدن و ذکر را بزرگ گفتن. این محورهای عظیمان اگر اینها در زندگی آمدن انشالله زکات می آید، خرج کردن در راه الله می آید و روزه پابند میشیم، حج انشالله انجام میدیم و تمام احکام در زندگی ما می آیند و همه گناه ها انشالله نفرت پیدا میکنیم در دلمون نسبت به گناه ها و از گناه ها فراری میشیم، از گناه ها دور میشیم. چرا گناه ها مال شیطانان، مال نفسن و نفس و شیطان دو تا راهزنند که ما را میخواند از خدا دور بکنن. آخرت ما را میخواند آتش بزنند، قبر ما را میخواند ویران بکنن. و لحاظا از گناه ها باید دوری بشه، پرهیز بشه، حقوق الناس رعایت بشن، حق مردم، حق والدین، مادر و پدر سنگینه، حق همسایه سنگینه.
قرابت و خویشاوندی حق داره و سنگینه. صله رحمی مهمه، با خویشاوندان خوب بودن مهمه و عزیزان من همسایه حقش سنگینه. همه مردم بر ما حق دارن، کرامت دارن، همه انسان حرمت دارن. رعایت کردن حرمت این انسان برای ما حیاتیه. اختلافات باید کنار گذاشت. اختلاف ویران کننده، تراشنده، حلق کننده، هم ایمان از بین میبره و میتراشه و حلق میکنه و دنیا را هم ویران میکنه و میبره. اختلاف بده، اختلاف قومی هم بده و اختلاف فامیلی بده، اختلاف مذهبی هم بده هست. امروز دشمنان در صددن که بین مسلمانان تفرقه ایجاد بکنن، اختلاف بیندازن. در عراق و در سوریه و در یمن موفق شدن اختلاف انداختن و لحاظ اختلافات زشته. ما امت واحده ایم، ما همه مسلمانیم. همه مسلمانان باید به رسمان اسلام چنگ بزنند و قرآن فرموده تفرقه و اختلاف ایجاد نکنند. ما باید متحد بشیم. برای ساختن و آباد کردن دنیا باید اتحاد داشته باشیم. برای ساختن آخرت باید هم متحد باشیم. برای پیشرفت‌های دینی هم متحد باشیم. برای منافع اسلام متحد باشیم و برای منافع دینمون هم متحد باشیم. منافع دین و دنیا درخواست میکنه که ما با هم اتحاد داشته باشیم و اتفاق داشته باشیم. علما متحد باشن، علما به یک دیگه سر بزنن، هدیه بدن، با هم محبت بکنن و لحاظا این حیاتی و مهمه. با هم نشست داشته باشن. علما تنها در خانه ننشینن و فکرمند باشند و پریشان باشند و خودشون بخورند و غمگین باشند، بلکه با هم بشینند و با هم فکر کنند و بالاخره هم برای دنیای مردم فکر باید کرد، هم برای آخرت مردم باید فکر کرد. این مهمه. امنیت تاثیر گذاره برای منطقه و مهم هست و انشالله ما با همین امنیتی که داریم اگر موفق بشیم و الله کمک بکنه امنیت حفظ بشه، ما تلاش میکنیم که به حق و حقوقمون برسیم. انشالله حق گرفتنی هست و حق انشالله خدا میگیره و به ما میده، ولی بهترین راهش قانون هست، بهترین راهش گفتمان و مذاکره هست و راه سالمه و چان زنی هست و بالاخره از راه صحیح میشه بالاخره پیگیری کرد و انشالله ما وحدتمون حفظ بکنیم. شما مردم عزیز لاشار، توصیه بنده به شما آنه، مردم عزیز این توصیه بنده را فراموش نکنید. بنده هم یک انسان معمولی هستم و یک طالب جزئیم و خیرخواه شما هستم و این نصیحت روی خیرخواهی میکنم و اونه که همه ما دین اسلام محکم بگیریم، مضبوط بگیرید رسمان خدا را. قرآن بیاورید در لاشار، قرآن هر خانه خانه تلاوت بکنند، زن و مرد تلاوت کنند، پیر و جوان تلاوت بکنند. انشالله لاشار همونطور که در دوره گذشته در بلوچستان درخششی داشته و دور داشته است، انشالله در الان که الحمدلله جعل در ایران اسلامی فضای اسلامیه و نظام جمهوری اسلامی حاکم هست، انشالله در این دور و دورهای درخشانتر بعد شما انشالله می درخشید. شما دین محکم بگیرید، مضبوط بگیرید، قرآن عظیم و شأن بیاورید، تعلیمش را در منطقه مکاتب آباد کنید، مدارس دینی را آباد بکنید، دانشگاه ها آباد بکنید، مدارس آموزش و پرورش کمک بکنید و با اهمیت قائل باشید برای تحصیل فرزندانتون، اهمیت قائل باشید برای علم و دانش فرزندانتون، برای یادگیری دین و دنیا و حوزه ها و مدارس. همه شما انشالله پیش قدم باشید و تلاش کنید. ما آینده روشنی را برای شما میبینیم. دومی توصیه بنده، این سه تا محوران اینها را ترک نکنید. محورای عظیم تلاوت قرآن. اگر همه قرآن بلد نیستید، سوره قل والله را روز 11 بار، روز 100 بار با یک جا بشینید و بخونید. شما میدرخشید، اصلا شما قبرتون منور میشه و مشکلات زندگیتون حل میشن. اگر شما روزانه سوره اخلاص کشید
روزانه 1000 بار اگر یادم نرفته با سوره اخلاص میخوانه، سوره قل والله، سوره قل والله را 100 بار یک جا بشینید تلاوت کنید، 10 بار یک جا بشینید تلاوت بکنید. شما بقیه قرآن تلاش کنید که هم بلد باشید. سوره الحمد بشینید 10 بار بخونید، 100 بار بخونید. دنیای از ثواب متوجه شما میشه، ذخیره آخرت شما آباد میشه. و ذکر الله را انجام بدید و ذکر بکنید. شما آخرتتون آباد کردید، دلتون منور کردید. و نماز هیچ وقت برپا قضا نکنید. سفر یا حضر مشکلات، به هر مشکلات شده نمازتون قضا نشه و نماز بفا بکنید و از گناه ها پرهیز بکنید. انشالله آمادگی دارید دست بلند بکنید. این تشکیل شما هست انشالله و این خیر شمایه، این مایه آبادانی شما ظاهری و معنوی هست. و من جا داره که یاد کنم هم از گذشتگان چیزی خوبی که اینجا جناب مولانا نیکشاری حفظه الله فرمودن که بزرگان یاد بکنید، نام نیک اونها جا داره که از حاجی محمد کریم دانشور، قاضی محمد نعیم دانشور، قاضی محمد عیسی ملایی، ملا نور محمد رئیسی، ملا محمد حسن رئیسی، مولوی عبدالوهاب رئیسی و قد خدا درا که بنده اینجا در خانه شونم حاضر شدم و نان و نمک ایشان خوردم، زاهدان هم تشریف آوردن و همه این گذشتگان یادشون بخیر و الله همه را به جوار رحمتهای خود جا عنایت بکند. فرمودن که پسر مفتی عبدالغنی در مشهد داخل اتاق عمل جراحی است و دعای شفا درخواست کرده مولانا وحیدی فر و ما انشالله این گذشتگان یاد بکنم. در رابطه با مدرسه دوستان فرمودن ما به هر امکانی که داشته باشیم ما در خدمت شما هستیم. واقعا این مدرسه یادگار گذشتگانه، با همون بنای ساده گذشته ساخته شده، اما چقدر زیباست این بنا و ما آماده ایم با هر صورتی که جناب مولانا عبدالعزیز، جناب آقای امیری، علمای اینجا، شما مردم عزیز اینجا مشورت بدید، ما در خدمت شما هستیم و انشالله حاضریم که هر حمایتی که شما بخواهید و همکاری که شما بخواهید ما حاضریم بکنیم که مدرسه احیا بشه، این حوزه بار دیگر فعالیت بکنه. حوزه ساخته شده است، حالا کسی میخواد جدید مدرسه بسازه خیلی مشکلات وجود داره، ولی مدرسه که ساخته شده اینجا ذکر الله تعالی بوده، بزرگان هم اینجا نشستن گذشتگان، انشالله این مدرسه را احیا بشه. ما در خدمت شما مردم عزیز لاشاریم. گاه من به عزیزان اونجا میگم قاضی صاحب، قاضی مفتی صاحب اینجا هستن، مفتی قاضی عبدالحلیم، ما همکارمونن. گاهی ما با دوستان میگیم که شما بشینید اینجا، مدرسه الحمدلله داره کار میکنه، دارالعلوم زاهدان، و من اجازه بدید تا من برم در میان مردم جایی که محروم بشینم یک مدته. و دوستان میگن ما حاضریم، شما باشید ما بریم، این وظیفه ما است که ما بیاییم بشینیم در لاشار. دوستان ما بیا اینجا بشینن در لاشار و خدا شاهد هیچی از شما نمیخواهیم، ما از شما نمیخواهیم، میخواهیم به شما بدیم انشالله و برای شما اینجا آبادانی باشه، دلسوزی برای شما موجوده و این چیزی است که من این را از شما مخفی نمی کنم و شما خودتون انشالله تشخیص میدید. ما هم برای دنیای شما و هم برای آخرت شما وظیفه ما است که دعا کنیم برای شما مردم عزیز لاشار. ما خاطر خوش از لاشاریا داریم و به هر حال مردم خوبن اونجا، دانشجویان هستن الحمدلله، استعداد دارن. طلاب بوده اونجا، خود آقا مولوی عبدالعزیز هم پرسیدن شما چه سال در زاهدان بودید، قبل از انقلاب بود یا بعد، یادم نمانده بود. گفت نه 56 ما اونجا درس میخواندیم و ما هم بعد از انقلاب زود بود که ما آمدیم اینجا. این مدرسه را او زمان هم بنده دیدم و جوی از آب بود اینجا، نمیدانم کدوم طرف مدرسه بود من نزاییده، ولی این جوی آب را هم دیدم، ماشاءالله جوی خیلی بزرگی بود. و عرض کنم که به هر حال
اون مرحوم حافظ فروین اینجا بود، خدا رحمتش بکنه، و دیگر عزیز عزیز شاعر ماشاءالله خیلی شاعرش ادیبانه هست و لحظه نشان میده که اینجا استعداد نهفته است. نمیخوایم این استعداد برم به قبرستان ها و برم به دار آخرت. از این استعداد، از این فکر و از این تیزهوشی استفاده باید بشه، مردم ما استفاده بکنن. ماشاءالله خیلی در کل این منطقه، نیک شهر است و پلنوجه و کل این منطقه الحمدلله ضریبه هوشی بالاست و الله تعالی شما را توفیق بده. شما میتونید برای مردم استان و قوم خودتون، برای اقوام ایرانی، مردم ایران زمین خدمت بکنید و برای مردم دنیا میتونید خدمت بکنید. الله شما را موفق بداره. من آرایزم را به همین الفاظ شکست خاتمه میدم و چند جمله دعا میکنم و همه لحظات چند به هر حال دل به سوی الله متوجه کنید و از ته قلب دعا بشه و از همه گناه ها و غفلت ها و کوتاهی زندگی عذرخواهی بکنیم و توبه بکنیم و توبه نیت بکنید و انشاءالله شما همه همت و اراده و تشویق بالا بگیرید که دین مضبوط و محکم بگیرید و دین حمایت بکنید و سرباز دین باشید، با مال و جان از دین حمایت بکنید. الله من شما را توفیق عنایت کنه و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نگاه دارید و با آن حضرت رابطه داشته باشید، با درود شریف، با عمل به شریعت، با عمل به سنت و پروردگار را داشته باشید، با نگهداری قرآن عظیم الشان و با نماز و با عبادت و بندگی پروردگار.